ای کوگکی مست بوبی چی ها میگویم ای قومی دری و کبریا میگویم تو نال از گل داری و من نال از یار وای ای دلکی سوخته بریان میگویم ای دلکی سوخته بریان میگویم یاری. درود عزیزان من، شما خیلی انسان‌های با نمک هستید که همیشه برنامه‌های ما رو تماشا میکنید، شرح مینویسید، لایک میمونید. همین کاراتون رو ادامه دادن بگیرید عزیزان من. و امروز من سلام خود و سلام چمن رو به شما میرسانم. سلام علیکم چمن بانو. سلام علیکم. سلام علیکم به شما، به همه شنوندگان تماشابینان این شبکه محبوب. عزیزان دل خیلی علام‌آور است. علام‌آور است اگر هنر و هنرمند ناشناخته بماند. خیلی علام‌آور است اگر هنرمند را مردم به فراموشخانه ذهنش ببرد و در فراموشخانه ذهنش جای بدهد. خیلی سخت است و خیلی علام‌آور است اگر هنرمند در طول حیات ایجادی خود را به دوستداران هنر معرفی کرده نتواند. وقتی که من راجع به چمن حرف میزنم گاه قهرم میکند، گاه با شور میگویم که چرا چمنی که سراپا هنر است، چمنی که سراپا استعداد است در موقعی که باید باشد نیست. حیران میمونم، گاه به تنبلی چمن را عیبدار میکنم و امروز چمن مهمان ما است و نخست سوال من به چمن همین است که چرا شما مثل دیگر سراینده ها تشویق و ترغیب و رکلام خود را دوست نمیدارید؟ راستی همه هنرمند، همه سراینده حافظه ها دوست میدارن که رکلام کنن، سرودای نو به نو ترغیب شوند. البته من نیز دوست میدارم، البته تنبلیم تن رو به تنبلیم ندادم، لیکن من با مردم زندم. همون قدری که مثال با کمک و دستگیری خودم هست، با شرایط خودم همه قدر زورم میرسد، از زیاد دیگه نمیتونم. هر یک چهاره‌بینی، سال نو، نوروزی، مادر نامه یا این مهاجر، هر چی که مخلصان میخواهند به وزن خودم البته آماده کردستم. هر یک سروده که پیشنهادی من میشه مخلصان گپ میزنن من میکنم. ممکن که واسطه های منم سست باشد، به همین خاطر من قیچی شده ثبت میمونم. لیکن بیاید مشخص در همین باره کی به ثبت رفتید که ثبت شما را لغو کردند و ثبت شما روی افیر نبرآمد؟ اگر این دروغ نیست، حقیقت است. به خاطر که اگر زیادی کسا رو اگر تکلیف کنند که من بیا اپا جان، من بیا خواهر جان یا اکا برادر، شما سرود در وصف نوروز دارید، بیا ثبت تلویزیونی هست شما رو ثبت کنیم. لیکن من ندیدم تا حال که یگان کس زنگ زند بگه اپا جان خشم و زحمت کشیده سرود کرده دارید، یگان چی اگر هست یا نیست مرامت بیایید برآمد کنید ثبت از تلویزیونی. من روزی بده و به جان و دل آمده خدمت میکنم. شکرانه مردم که مرا میشنوند، توی میرم، خرسندی میرم، هر یک خانه زندگی میروه، هیچ کم نیستیم. شکرانه الله به وضع میخوام میگردیم. به همین خاطر ناشکری نمیکنم. بعد امکان با مردم زنده ایم، چیکار کنم؟ واقعا در ابتدای برنامه شما شنیدید که صدای چمن فوق العاده است، در موضوعهای گوناگون ترانه می‌سراید. غربت برای مردم غریب، در وصف مادر، در وصف عشق و محبت، در وصف زندگی اصلا. و چمن جان، من از روی امور مشاهده کردم که برنامه ناگفته ها را بیشتر مهاجران مهنتی در فدراسیون روسیه تماشا میکنند. زیاده از 60%، تقریبا 70% تماشابینان ما از فدراسیون روسیه هستند و شاید آنها حالا منتظرند که برایشان یک پارچه از ترانه های دلانگیز بسرایم تا خاطرشان بریده بگردد. البته من همه مهاجران رو احترام میکنم. باور کنید زیاد دستگیری اونا جانب من هست، توجه اونا نسبت من زیاد است. همه شما رو احترام میکنم، زیاد احترام میکنم. این سرودی نوی من است که مهاجر به خاطر شما خواندم. حاضر پیشنهادی شما میگردانم. مرحمت. مهاجر به مهن بیا، کی مهن شود است تو روشن بیا، کی مهن شود است تو روشن بیا، بجانی عزیزت
به طفلی مریضت زی صحرای سوزان به میهن بیا مهاجر مهاجر به میهن بیا کی میهن شود از تو روشن بیا. البته روشنایی میهن همه شما هستید. براو گرچه صدام خسته بود در خدمت مردم بودم. صدایتون بسیار شیره‌دار است، صدای بسیار زیبا دارید، صدای مخملین دارید و خیلی ترانه دلانگیز. این ترانه رو کی انشا کرده است؟ شعری کی است؟ آهنگی کی است؟ البته این شعر آهنگ جمشید نظاموف است. جمشید جان درود. جمشید هنرمند بسیار حرفه‌ای است. و این سرود رو آماده کردم با کرامت الله میرزا و نورالله عارف در دستگیری همدیگر. چمن من گفتنی بودم که غیر از شبکه‌های تلویزیونی حالا واسطه‌های تشویق و ترغیب خیلی زیادن. مثلا سامانه‌های اجتماعی، فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و غیره. چرا شما در این شبکه‌ها فعال نیستید؟ شما میگید که نه من تنبل نیستم، ولی من نمیبینم که مثل دیگر سراینده‌ها مثلا یک غذا بخوری و در اینستاگرام بمون، یک چای بنوشی در اینستاگرام بمون. نه لیکن با فکرم که یوتیوب زیاده هر یک توی میرم هر یک سروده که میبرارم حال خودم درک ندارم در یوتیوب هست خودم تماشا میکنم. زیاد در یوتیوب میبینم. اینستاگرام دارید؟ دارم البته. صفحه چمن رو نوشته میکنیم، از تنظیمگران خواهش میکنیم که صفحه چمن رو در زیرنوشت برنامه درج بکنند، ابونه شوید و ترانه های زیبای چمن رو با صدای دلانگیز چمن همیشه پیگیری کنید، گوش کنید. یعنی در اینستاگرام اونقدر فعال نیستید، معاشرت نمیکنید؟ نو شدیم اینستاگرام، سرودم، کلیپم الکی میشد، تنبلی نمیکنم. بعدا غیب زدید و با من گفتند که چمن فعالیتش رو کمی محدود کرده است زیرا به شوهر برآمده است. چگونه رنگ گرفت زندگی اویلوی و چی نتیجه داد؟ چون ما 10 سال باز دیگر بر نخوردیم و نخوردیم. البته زندگی همیشه پستی و بلندی دارد. زندگی به مبارزه نمی شود. گرچند پست یا بلند هست باید صبر داشت زندگی رو پیش برد. البته بچه دارم، یک تا بچه گلپسر نازنین. به شوهر برآمد؟ البته به شوهر برآمدم. شوهر شما از اهل صنعت بود یا اینکه؟ نه البته اهل صنعت نبود، حتی در صنعت هم زید هم بود. راستی هست. یعنی شما لیکن من صنعت ما دوست می‌دارم، به حد دوست می‌دارم، به مخلصانم بودن نمی‌توانم. راستی این دروغ نیست، صنعتم را دوست می‌دارم. صاحب یک فرزند شد؟ بله صاحب یک فرزند. پسرچه. اسمش؟ محمد رسول. بسیار اسم زیبا. تشکر. چند ساله؟ 6 من 6. اوه الکی محمد رسول اگر این زمان ما رو میشنود با محمد رسول درود میگوییم. سلامت باشید. و محمد رسول باید افتخار کند که چنین مادر سالار دارد، چنین مادر سرکرده و زیبا دارد. زندگی اویلوی کمکک بر رشد صنعت شما تاثیر گذاشت یا نه؟ البته گذاشت. چه خیلی عقب موندم. یعنی سبب زیدی به توی رفتن نمیتونم، رشک به توی رفتن نمیتونم، یا اینکه میرم دیر میبینم حتی راه دور خیلی من با مخلصام زندم 5 برا طویل داره برا مثال کلوب برا دیر میبینم میشه جنجال شو حرکتی جنگ. یعنی جنجال تا کدام حد؟ زیاد. خیلی زیاد. یعنی تا حدی که حتی شتا میخری. تا حد زدن. تا حد زدن البته. چرا شما نمیخواستید که مثلا در خونه نشینید استراحت کنید و شوهر شما رو بخوراند بپوشاند؟ حد امکان تامین میکرد، حد امکانی که گشنه نبودیم تشنه نبودیم البته. لیکن پس چرا شما توی میرفتید؟ من ساحه دوست میدارم. یعنی شما به خاطر به دست آوردن مبلغ نه، به خاطر فقط صنعت من دوست میدارم. همه دیگرها هم میدونن که من زیاد نرخ بلند توی نمیرم، با نرخ دست چرا مثلا شوهر شما نمیدونست که شما صنعتکار؟ البته میدونستم. یعنی دیده و دونسته. البته قبل از ازدواج چی مصلحت ها بود میان شما؟ مصلحت می بود که من باید کار کنم، در ساحم قدم زنم. مقابل نبود. بعد مقابل شد. یعنی کتک میزد، لطو کوب میکرد شما رو؟ کم
کم کم شما تحمل میکردید البته با پلیس مراجعه نمیکردید نه برای زندگی برای چی به پلیس مراجعت کنم هر زندگی پستی بلندی داره حالا نکند که بعد از برنامه باز مورد لطوکوب قرار بگیرید بیگذار بیگذار شما نترسید من هستم یعنی از اینجا برمیاد که شما عادت کردید بس شما پسند است که شما رو بزنند نه 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 التماس نگیده نه ایخه پسند نیست چمن جون اینقدر خندیدیم و گفتیم میگوید که انسان رو دراز میکند برای چی نخندیم باید یک چیز دیگر نمیدونم همین کلان سالها بزرگ سالها میگفتند که خنده زیاد عاقبتی خوب نه ندارد البته خوب دارد در خنده عادت کردگیم پروا نکنید در این دو روز دنیا باید البته بخندیم شادی باید. کنیم هر نفسی که داریم غنیمت است اگر لحظه میخندم و خوشحالم پشیمان نیستم آینده زندگی خود رو چگونه حدس میزنید چگونه تخمین میزنید و چگونه میبینید راستی نمیدونم هیچ کس پیش آمد زندگیش گفته نمیتونه که باید چی شوه منم نمیدونم که زندگی ما آینده چیه لیکن در حدی که میخوام سطح خودم همی سرودم پیشکش مخلصان گردانم هر سرودی که هست میخوام که زود دسترس مخلصان گرده تماشا کنن صحبت کنم هم نشینی بعد مخلصان برای من خوبه بهترینه دوست میدارم با مخلصان زنده ام چرا شما نمیخواهید که با پرودیوسرون با دست اندرکاری این یا اون برنامه‌های کنسرتی هستند همکاری کنید راستی زیاد میرم زیاد پیشی رژیسیورو میرم اکا کنسرت بوده است ما یک نمر اشتراک کنم اکا کنسرت بوده است ما یک نمر رنگ بیچاره میشی پشتی در میری که الکای پور صحیفه ما نام نویس شدگی ما باید چیکار کنم شینم زورا کنم نه خیلی مالی پرشد مالی میبخشید باید روم تمام مثلا چمن من برنامه ما در برنامه ما شما رایگان اومدید شرکت کردید یگان کس از شما مبلغ طلب کرد نه البته از شما میندار از شما میندار تشکر همین گونه افراد زیادند همین گونه شخصا زیادند شخصانی که مثلا عاشق هنرند گرفتار هنرند معتاد هنرند این گونه شخصیت ها در زیادند کدام حالت درک میکنم میدونی در من- پیش سخن در کدام حالت وقتی که ما لازم میشم که در یگان تویشون خدمت کنم همه حالت میفهمم که من لازمی بودستیم با زنگ میزنن که چمن جان تو لازمی فلان معرکه را باید گذرانی ها او وقت من آواز زنده لازم بوده است که چمن بیت فنگرام باید خونه شما فنگرام استفاده نمیبرید هیچ وقت نه یگان بار من در توی فنگرام استفاده نمیکنم دروغ نیست وقتی که توی میشه همه کارمند 3 ساعت زنده میخونید البته 3 ساعت زنده میخونم میدونن که زنده میخونن چمن گل معرکه داریم تو خیلی زنده میخونی یا نوبتک بخون مایل 2 نوبت میخونم قبول وقتی که کاری من میافته و میرم در پشتی در محتاج میشم یک سرودی من نمیروه بودگیر بعدی برنامه خدا میدونه که یگان بار دیگه نمیروه با این گپم من از تمامی پرودیوسرها از تمامی بچه‌هایی که در برگزار گردیدن کنسرت ها سهم دارند دعوت به عمل میارم که در برنامه‌های کنسرتیشون چمن را از مد نظر دور نگذارند خواهش میکنم مخصوصا از بحریدین که اینجا در پشت دوربین های نوار برداری نشسته است و این برنامه را زیر نظارت قرار میدهد از بحریدین خواهش میکنم از رج احمد خواهش میکنم از همه بچه هایی که در عالم شو بیزنس هستند خواهش میکنم که چمن را دست گیری کنید زیرا چمن ارزنده است صدای زیبا دارد باور نمیکنید یک ترانه دیگر زنده برای شما میسراید البته برآمد مادر مادر بجا برابر مادر 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 بجا برابر مادر وای آینه دستی راستی دختر مادر نه اما و نه خاله بجای مادر جان مرا بکشه در خاک پای مادره مرا بکشه در خاک پای مادر مادر بهترین چی ترانه آماده کردید برای نوروز امسال سرودی دهقان بچه خوندم چی تا از یک پراش رو میتوانید بسرایید ما صدقه شوم نگاهی دهقان بچه را ابروی کجی سیای دهقان بچه را
تا گرد به تار تاری مویش نرسد جارو بزنین راه دهقان به چره خش رو لب دندانش چق چق که بفهمانش خش رو لب دندانش چق چق که بفهمانش یاره کی ای ما رنجید کاره که بگردانش یاره کی ای ما رنجید کاره که بگردانش همه خیلی عجیب در ژانر فولکلور ترانه‌های فولکلوری عجیب خیلی با نمک در یگون انسامبل های دولتی کوشش نکردید که با کار دارید؟ کوشش کردم البته من حالا در تئاتر دولتی اپرا بالت کار میکنم راستی زیاد رفته بودم انسامبل فلک دریا رفته بودم که با کار گیرند مرا جو نیست شتات نیست همه خیلی بود در خونه شما چگونه بانوید مثلا از کار و مشغولیت های همه روزای خانگی نمیترسید شما مثلا آماده کردن غذا و این چیزایی که کسی برای شما آماده میکنه نه برای چی کسی برای ما آماده کنه ما گرچنده که اگر یگان روز زیادتر کارم میشود شبم که باشه روز دستم نرسه در کار خانه شبم که باشه البته ما ایده کار خانم خودم میبرم 100% جامعه شویی کار خانه уборка حولی یا حولی چای مایدک بعد امکان خودم هست با اگرات میکنم وقتی بهار دستو میرسه میشه خانه شما در کجا است خانم ناحیه رودکی کمونیسم بله یعنی خانه خودتون خریدید در با والدین نیستید یعنی در خانه شوهر با خسرو خوشدامن نیستید نه البته با خودم پسرچم علایده زندگی شما خودتون در روستا با وای رسیدید در دهه ها در دهه با وای رسیدم قشلاق هم قدر قشلاق کالونه که 30 خانه همگی دهه خوردکه که زیبا کدوم دهه کالونه که همه خیلی نظر میکنی 30 تا خانه حوزی 35 داشته است خیلی پیش میگفتن که چقدر بالا حوزی میگن ارغوان دهه ارغوان بله در سمت ورزاب نه چقدر سمت نورک این دیگر چقدر است البته ناحیه وحدت دهه ارغوان این قدر نامی زیبا درخت ارغوان رو میدونی چگونه است؟ البته میدونم چگونه است؟ از شاخهای ارغوان چینده میخورده میده خیلی رنگ زیبا دارد چینده میخورده رنگ ارغوانی خیلی زیبا است رنگ ارغوانی و بعد از یک ماه تقریبا درخت ارغوان گل میکند خیلی زیبا است درخت ارغوان و عموما چمن خودش مثل یک شاخه ارغوان است زیبا پر از گل پر از رنگ من یک چیز رو گفتنی بودم بحریدین صبور یکی از پرودیوسران بسیار موفق تاجیک یک برنامه دارد با نام بانوی پرهنر میبرد دخترهای شهر تپک میکنند شما نمیخواید در این پروژه اشتراک کنید زیاد میخوام که تپکنی را به دیگران نشان بدم یعنی به نظر شما اشتراک شدن زیاد میخوام که وقتی که وای میشوره اندوه وای تپک وای نخواد که تپک همه خیلی کنن چخیل کردن در کار من بسیار میبینم که تپکنی او چخیل هم خیلی تپک کردن همه زن میتونن زنی دهات همش میتونه تپک کردن دخترهای پروژه بانوی پرهنر چی نه من هم مدن نول تپک هم من نول خمیر نول شکراب خیلی کم شکراب و امی ویاشته نغز بدن ایخی تپک چخی اوغل میرو علافه چخیلی میقپاک نخود که علافه هم خیلی قپی این خیلی نیست یا دراو میبرش یا تپک بیا حولی برو خیلی میرو اوخی حولی را نخواه مخی بروی او تا بده نمیتونه هر زنک میتونه حولی رفتن نو وابسته که شهر در زندگی میکنه نو وابسته در قشلاق هر زن تپک میکنه همین شهر دم یک اوغیلچه دارن تپک میکنن شیر میجوشن که کودکشون ببیند باید بخره همه زن میتونه اگه این خیلی بد نه بدن یعنی شما اومدید که در پروژه بحریدین صبور اندوه کنید البته با جان و دل دیوار زنید بیگذار تپک کنید برای چی نه ما باید اکای بحریدین نشان بدیم اکای بحریدین که خیلی تپک میکنن کجا باید تپک نی برای جلو پردومی خر رو همش ازوم زنی خرد چخه بار میکنه میگیره میوره خونه ای دست من میبیه بتشویش با ما تو نمیتوانم من میتونم یاد میتیم بحریدین جون عزیزی دلم یک قهرمان برای برنامه تلاکه پیدا کردیم و این قهرمان چمن است چمنی که کار ده رو
از صدق دل مشکلی نداره. میخواهد که به مردم نشان بدهد. بایدم خوب چمن جان، برنامه ما رو در سر دنیا تماشا میکنند، از آمریکا تماشا میکنند، از اروپا تماشا میکنند، از فدراسیون روسیه تماشا میکنند، در قلمرو تاجیکستانی عزیز تماشا میکنند. در نهایت برنامه میخوام که باز صدای دلانگیز چمن نازنین تنین بیاندازد، بعدا خداحافظی میکنیم. زنده باشید. من همه مخلصام دوست میدارم. هر چی که من در این برنامه گفتم ای قلب ما بود. شاید خیلی نمیدونم چه خیلی تصور میکنید شما، یعنی که آزاد بودم. من خواستم که با برادرم با دوستام آزاد صحبت کنم. آزاد صحبت کردن دوست میدارم، به حد می ندارم. ای برادرام که مرا همیجا تکلیف کردن روبروی مخلصام شیشتم، نمیدونم که چه خیلی خرسندی ما بیان کنم. زنده باشین. سرودم برای شما. احترام ما برای شما زیاده. یک سروده که من زیاد دوست میدارم، اکای ارزو هم دوست میداره. ای بر وقتی گوش میکرد در وقتی که میشتیم سر یک پوله چای در استالوی کارخانه، چمن جان اما سروده که بخون. 10-15 سال پیش. بله حتما 10-15 سال پیش خیلی تشنه آوازی چمن شدم. مرحمت. ناشکری من بیرو که دلم از تو سر شد، صندوق سینه ام زیالم پرزیدر شد، در صحن زندگانی دروی و صد زبان، مهری من و جفای تو اندر نبرد شد، دلم از تو سر شد، دلم از تو سر شد. آن لحظه های خوب که با من بودی گذشت، امروز چون فسانه ورایان میکنم، با شعر و با سرود و غزل های نو به نو، ویرانه های قلبی خدا باد میکنم. ناشکری من بیرو که دلم از تو سر شد، صندوق سینه ام زیالم پرزیدر شد، در صحن زندگانی دروی و صد زبان، مهری من و جفای تو اندر نبرد شد، دلم از تو سر شد، دلم از تو سر شد. آفرین. تشکر. زنده باشید. صدای رودخانه های مصفای کشور، صدای دریا، صدای پر از اعجاز، این صدای چمن عزیز و نازنین ما است. دوستان عزیز، همینجا با شما خداحافظی میکنیم و خاطر رسانی میکنیم که برنامه ما تهیه میشود با مرکز مبل خانه من، مغازه یوسک. سراغه رو در پایان نوشته میکنیم، بیایید تجهیزات خوب و زیبا رو از اینجا انتخاب کنید. و یک چیز دیگر در نهایت کار یک بار دیگر تاکید میکنم که با صفحه اینستاگرامی چمن شما ابونه شوید، چمن رو دستگیری کنید. صفحه اینستاگرامی چمن رو نیز اینجا نوشته میکنیم. اخلاصمندان هنری والا، اخلاصمندان استعدادی حقیقی حتما پیگیری کنید. صفحه چمن رو و از آواز دلانگیزش بهره بردارید. و در نهایت کار من به همه شما برار موفقیت و سر بالا تمنا میکنم و از شوهر چمن یک خواهش میکنم، یزنه محترم چمن رو اذیت ندهید. نمیدیه دیگه. دیگه نمیدیه. خیر، سلامت باشید.